چیزی که بیشتر از همه باعث بیداری من میشد روزه گرفتن در ماه رمضان بود. روزه گرفتن برای الله سبحان در اون ماه و در اون روز مثل این بود که یکی درهای اتاق تاریکی که من توش حبس شده بودم و باز کرد. فاتحه، آغاز قرآن. به نظر من بهترین کلید برای قرآنه، چرا که دروازه ورودی به یک دنیای جدید و یک طلوع جدیده. قل هو الله احد از سوره اخلاص. این آیه ها اسلام رو کاملا توصیف میکنن. بارالله، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. مهمان امروز ما یکی از فعالترین مبلغین در زمینه دعوت به اسلام در انگلیسه. اون به وسیله یکی از زیباترین و الهام بخشترین سوره های قرآن با معانی تأمل برانگیز و جملاتی بسیار کوتاه تحت تاثیر اسلام قرار گرفت. سلام علیکم. من یوسف چامبرز هستم. من 50 سالمه و حدود 20 ساله که مسلمان شدم. در لستر بریتانیا زندگی میکنم و از مؤسسین و دستاندرکاران آکادمی تحقیقات و تربیت اسلامی هستم. من از اینکه مسلمانم خیلی خوشحالم و به این افتخار میکنم. میخوام یکم بیشتر از زندگی یوسف و زندگی قبل از مسلمون شدنش بدونم که چگونه بوده. حقیقت اینه که زندگی وجود نداشت. هیچ زندگی نبود. چون مگه میشه وقتی آدم هدفی نداره زندگی ادامه داشته باشه؟ فکر کنید که یکی بخواد بره سفر، درسته؟ و راه بیفته و همینجوری به راهش ادامه بده، اما بگه من سفر میکنم ولی مقصدی ندارم. حرفش اصلا معنی داره؟ مگه میشه هیچ اهمیتی ندیم که چه کسی ما رو به این سفر فرستاده و مقصود از این سفر چیه؟ این کار مثل این میمونه که توی اتاق تاریک زندانی باشین. دستاتون بسته باشه، چشماتون بسته باشه، تو گوشاتون پنبه باشه و دهنتون هم بسته باشه. من 26 سال از عمرمو تو همین اتاق گذروندم. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. نقطه تحول زندگیش وقتی اتفاق میفته که با دختری در دانشگاه آشنا میشه و رابطه نزدیکی باهاش برقرار میکنه. یه روز وقتی که فکر میکردم رابطم باهاش به اوج زیبایی رسیده، خیلی ناگهانی برگشت و به من گفت که ببین، من نمیخوام از فردا دیگه بیای خونم، دیگه نیا اینجا. واقعا تعجب کردم، شوکه شده بودم. ازش پرسیدم چرا دو نفر که اینقدر به هم اهمیت میدن باید یهویی اینجوری از هم جدا شن؟ اصلا معنی نداره. در جواب بهم گفت که راستش به خاطر یه سری مسائل دینی ازت اینو میخوام. و بهش گفتم یا دینت داره اشتباه میکنه یا تو اشتباه میکنی. هر جور به این قضیه نگاه کنیم درست به نظر نمیاد. پس یا مشکل از خودته یا راه و دین و اشتباهی رو انتخاب کردی. در جواب بهم گفت راجع به دینم بد حرف نزن.
اگه از من عصبانی سر دینم خالی نکن. بهش گفتم باشه، راجع به دینت فکر میکنم. میخواستم از طریق بیشتر دونستن در مورد اسلام کاری کنم که بیشتر از من خوشش بیاد. یوسف به مسجد میره تا ببینه اسلام چی میگه. در مسجد شخصی راجع به اسلام ازش پرسید. اونم چند تا کتاب بهش میده و بهش میگه این همون اسلامه، بخونش. 2 هفته تمام فقط راجع به اسلام مطالعه کردم. با اکثر زوایای اسلام آشنا شدم. نماز، قرآن، شیعه و سنی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سیرتش، تاریخ اسلام و بسیاری از موضوعات دیگه اسلامی. به مدت 2 هفته هیچ کاری به جز مطالعه نکردم. بعد از این مطالعات یه روز تصمیم گرفتم که در مورد ماه رمضان و همینطور روزه گرفتن در این ماه تحقیق کنم. تصمیم گرفتم که 1 روز روزه بگیرم و انگار اون روز یکی سبحان الله به چشمای کور من بینایی بخشید. روزه گرفتن برای الله سبحان در اون ماه و در اون روز مثل این بود که یکی درهای اتاق تاریکی که من توش نشسته بودم رو باز کرد و به من آزادی بخشید. انگار چشمندم رو باز کرد، پنبر از تو گوشام بیرون آورد و ذهنم رو باز کرد. دیگه میتونستم همه چیزو خیلی واضح ببینم. چیزی که بیشتر از همه باعث بیداری من شد روزه گرفتن در ماه رمضان بود. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت. بعد از تحقیقات گسترده و مطالعات عمیقی که در مورد اسلام انجام داد، سوره های فاتحه و اخلاص به شدت شیخ یوسف چمبرزو تحت تأثیر قرار دادن. اول فاتحه رو خوندم، آغاز قرآن، و به نظر من بهترین کلید برای قرآنه، چرا که دروازه ورود به یک دنیای جدید، یک فرهنگ و تمدن جدیده. این سوره رو با دعای ربانیت مسیحی مقایسه کردم و دیدم که شباهت‌های خیلی زیادی دارن، اما پیام این آیات خیلی رساتر و قابل درکتره. این سوره تأثیر زیادی روی من گذاشت و یکی از بزرگترین قدم‌های من برای نزدیک شدن به اسلام بود. قدم بزرگ بعدی خوندن قل هو الله احد بود، سوره اخلاص. این آیه ها اسلام رو کاملا توصیف میکنن. نشونه و سوره ساده تر و پاکتری از سوره اخلاص در مورد رکن توحید و یگانگی و وحدانیت الله سبحان وجود نداره. مطمئن باشید. گستردگی و روشنی سوره اخلاص بود که در قلب شیخ یوسف تأثیر عمیقی داشت. آیا ما تا به حال در این سوره کوتاه و کوچک تأمل کردیم؟ آیا در تفسیر آیاتش دقت کردیم؟ آیا در معانیش که در مورد یگانگی الله و اینکه معبودی غیر از اون نیست تدبر کردیم؟ قل هو الله احد. بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند خدایی است یگانه. این یک پیام فوق‌العاده ساده و واضحه، اما دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیذاره. یه پیام کاملا روشنه. این آیات واقعا منو متحول کردن و اونها رو بارها و بارها و بارها خوندم تا یه چیز پیچیده توش پیدا کنم. باورم نمیشد این کتاب الهی همچین پیامی رو به این وضوح انتقال بده. یه پیام اگر که ساده نباشه نمیتونه جهانی بشه. تحلون الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن برحمه تحلون الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. شیخ یوسف
قرآن در زندگی شما چه جایگاهی داره و نقش قرآن در زمینه دعوت تا چه حد میتونه پررنگ باشه؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. یه وسیله‌ای که در فروشگاه‌ها خرید و فروش میشه رو در نظر بگیرید. هر وسیله، مثل گوشی همراه. فرض کنید شما میرین یه گوشی رو از فروشگاه میخرین. گوشی رو میذارن توی جعبش و بهتون میدن. وقتی میای خونه و جعبه رو باز میکنین میبینین که گوشی اونجاست اما دفترچه راهنما نداره. حالا از کجا باید همه امکانات و راههای استفاده این گوشی رو بفهمین؟ موبایل رو میگیرین دستتون و شروع میکنین بازی کردن تا یاد بگیرین. شاید تا ماها به همین منوال پیش بره و فقط بتونین 20 یا 30% کل امکانات این گوشی رو به کار بگیرین. مگه نه؟ خب حالا اگر بخوایم زندگیمونو در نظر بگیریم، قرآن اون دفترچه راهنماست. اگر این دفترچه رو ندارین باید پیداش کنین و الا زندگی براتون بی ارزشه. قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. اون در سن 26 سالگی شهادت این رو به زبان آورد. قبل از اسلام اعتقادات دینی متفاوت و زیادی رو تجربه کرده بود و همین باعث شد که مادر شیخ یوسف مسلمون شدنش رو جدی نگیره و توقع داشته باشه که مثل دفعات قبل اسلام رو هم به زودی رها بکنه. یه روز رفتم بیرون و وقتی که برگشتم خونه دیگه مسلمون شده بودم. وقتی که به مامانم گفتم حرفمو زیاد جدی نگرفت و بعد یه روز منو در حالی که داشتم راجع به اسلام سخنرانی میکردم تو تلویزیون دیده بود. همینجوری مونده بود. واقعا تعجب کرده بود. بعد سری گوشی رو برمی‌داره و زنگ میزنه به خانواده‌اش. اون موقع اسم من تیم بود. به همه میگه که تیم داره تو تلویزیون راجع به اسلام حرف میزنه. اون جزء بنیانگذارای مؤسسه است. واقعا ترسیده بود و تعجب کرده بود. و به مدت 10 سال رابطه خوبی با مادر و خانواده‌ام و فامیلم نداشتم. همشون فکر میکردن که من یه مشکلی دارم. اما حالا هر وقت مامانم به یه چیز نیاز پیدا میکنه میاد سراغ من. سراغ هیچ کسی دیگه نمیره. حتی سراغ خواهرام هم نمیره و به کل خانواده گفته که واقعا به من افتخار میکنه. به من. اما بعد از صبر طولانی و طاقت فرسا پس همه ما باید صبور باشیم. شیخ یوسف در مؤسسه دعوت اسلامی یرا مشغوله. از این مؤسسه دیدن کردم و با روششون و تبلیغشون برای دعوت به اسلام آشنا شدم و شاهد بودم که روشی کاملا عقلانی و جالب و گویا رو دنبال میکنم. ما اینجا از ابزار و وسایل متفاوت و متنوعی برای دعوت استفاده میکنیم. مثلا یه نمونش همین بسته‌ای که اینجا هست. این بسته به زیبایی طراحی شده و وقتی که غیر مسلمون ها این بسته رو میگیرن با خودشون میگن وای چه بسته قشنگی، ببینیم توش چیه. ماشاءالله. درسته، این رنگا خیلی زیبا انتخاب شدن. واقعا رنگای چشم نوازی ان، جوری که هر کس ببینه به سرعت جذبش میشه و میخواد ببینه که داخلش چیه. و وقتی که در جعبه رو باز میکنه با دعوتی به سوی الله سبحانه و تعالی روبرو میشه. ماشاءالله. الحمدلله. پس ما به مردم یاد میدیم که یه هدیه بذارن توش. این هدیه میتونه یه شکلات باشه، عطر باشه یا اصلا هر چی. بذارنش این تو و بدنش به دوستشون و بعد با اولین چیزی که مواجه میشن این جمله است: به خارج از جعبه بزرگ فکر کنید. و به این نتیجه میرسن که در مورد دلیل زندگیشون فکر کنن که کی هستن. ماشاءالله. و این یکی که میبینید در مورد خداست، در مورد الله سبحان. دلایلی برای باور داشتن به الله رحمان. من و همه کارکنان این دفتر یک وظیفه مهم داریم و اون وظیفه هم توضیح و نمایش پیام ساده و واقعیت زیبای اسلام به مردمه. اما برای این کار سعی میکنیم با خلاقیت و ابتکار راههایی برای تأثیر بیشتر و عمیق‌تر پیدا کنیم.
به جای یک دعوت احساسی از عقل و هوشمون برای دعوت به سوی خالق استفاده میکنیم. کار ما در این مؤسسه همینه. و این یکی هم در مورد الله سبحانه و تعالی است. این که چرا باید باور کنیم الله وجود داره. دلایل و اسنادی که ثابت میکنن الله وجود داره. میتونیم دلایل منطقی ارائه بدیم. این یکی هم یه مقدمه کوچیک برای قرآنه. مهمترین قسمت‌های قرآن هم در این مقدمه قرار گرفته. و همینطور این یکی. اسم این کتاب مردی با زیر شلواری قرمزه. این کتاب برای غیر مسلمان ها طراحی شده. میدونید چرا؟ چون اگه روش بنویسیم قرآن یا اسلام یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رغبت نمی‌کنن به این کتاب دست بزنن. میگن نه ممنون، خداحافظ. چیزی که توجه منو جلب کرد این بود: اینجا در قبال تازه مسلمونا احساس مسئولیت زیادی میکنن و سخت تلاش میکنن تا باورها و آشناییشون با اسلام رو بیشتر کنن. این کارا واقعا لازم و مهمن، چون بسیاری از تازه مسلمونا بعد از مدتی به دین پشت میکنن. میدونید چرا؟ چون مسلمونا ازشون پشتیبانی نمیکنن. چون مثلا بعضی هستن که شهادتین رو گفتن اما هنوزم دارن الکل میخورن چون نمیدونن. بعضی هم 2-3 تا دوست دختر دارن چون نمیدونن و کسی هم براشون توضیح نداده. الله خودش میدونه. ما فکر کردیم که چه چیزهایی باید به این تازه مسلمونا گفت. بعد ازشون بخوایم همه این کارا رو به طور ناگهانی قطع کنن؟ نه. اول باید کاری کنیم که به الله سبحانه و تعالی نزدیک شن و بین قلبشون و خالقشون ارتباط ایجاد کنن. این یکی دیگه از طراحیامونه به نام راهنمایی دعوت جیبی. این کتابچه شامل روش‌های واقعا ساده و تاثیرگذار برای یادگیری مسلمانان تا با خوندن اینها بتونن غیر مسلمان رو به اسلام دعوت کنن. درک مفاهیمش هم بی نهایت آسونه. ماشاءالله. اینی که اینجا میبینید یه تیشرت که به ما کمک میکنه مکالمه‌ای با طرف مقابل آغاز کنیم که به دعوت ختم میشه. چون که اکثر مردم جوامع غربی دلشون نمیخواد که در مورد خدا و دین و اینجور چیزا حرف بزنن. علاقه به این بحثا ندارن. اما ما میایم و ازشون یه سوال میپرسیم و سوالمونم اینه: آیا زندگی فقط یه بازیه؟ خیلی ساده است، یه سواله. آیا زندگی فقط یه بازیه؟ و بعد پشت این تیشرت نوشته برای پی بردن به دلیل حقیقی زندگی به وبسایت onereason.org مراجعه کنن. پس هر کسی این تیشرت رو میبینه کنجکاو میشه و میره تو این وبسایت، یا اینکه با شخصی که این تیشرت رو پوشیده صحبت میکنه. ماشاءالله. استفاده از برنامه و رویدادهای بین‌المللی و دعوت مردم به سوی اسلام بعد از کنجکاوسازی اونها راههای بسیار زیرکانه‌ای برای دعوت محسوب میشن. اونها در طول مسابقات جام جهانی مشغول دعوت دیگران با این روش بودن. یکیش این. So much has been said and written about this game. Real sense of anticipation here at kick-off. What can they come up with here? Oh, now look at this. Allahu Akbar, Allahu Akbar. شنبه 5 جولای روز جهانی دعوت. با ما همراه باشید. همونطور که میبینید اینم یه تیشرت دیگه است که تیم دیزاین ما طراحی کرده تا مسلمون ها در طول جام جهانی برزیل بپوشنش و به دعوت بپردازن. همونطور که اینجا میبینید روی این تیشرت نوشته شده گل به معنای هدفه. یعنی هدفتون چیه؟ دنیاست یا آخرت؟ ماشاءالله. این تیشرت واقعا مناسب روزای جام جهانیه و برای دعوت مردم در طی مسابقات جام جهانی برزیل طراحی شده بود. فقط میخوام بدونم اینجاش چی نوشته؟ این در واقع چیدمان بازیکن‌ها در فوتباله. اینها بازیکنان دفاع هستن. تحصیلات، دوم سلامتی و سومم فرزندان. بعد میشه محبوبیت و عشق و بعد میرسه به خوشگذرونی، خونه، ثروت، مسافرت و فوتبال. شما برای کدوم از این هدفها زنده اید؟ برای کدومشون زندگی میکنید؟ کدومشون هدف خودتون قرار دادید؟ انشالله که خداوند توفیق بده سبب بشیم راه خیلی ها رو به اسلام هموار کنیم. چرا که نه؟ بله چرا که نه. و این کار واسه خدا اصلا دشوار نیست. اصلا.
این پیام به همه کسایی که وظیفه خودشون در قبال دعوت دیگران به اسلام و الله سبحانه و تعالی رو به خوبی و درستی انجام ندادن. از شیخ یوسف پرسیدم که چرا اینقدر به دعوت اهمیت میدین؟ ازش چی فهمیدین؟ برکت و رحمتی که به زندگیم وارد میشه. فراخوندن مردم به سوی الله سبحان تنها کاریه که باعث میشه واقعا شیرینی ایمان رو حس کنم. بهترین لحظات وقتیه که جرقه‌ای در وجود شخص مقابل میخوره و همه چیز رو متوجه میشه و الله کم کم دروازه قلبش رو باز میکنه. الله اکبر. هر بار که همچین صحنه‌ای رو میبینم ناخودآگاه شروع میکنم به اشک ریختن، با اینکه میدونم این اتفاق ربطی به من نداره و این فقط بین الله سبحانه و تعالی و قلب اون شخصه. اگه وظیفه دعوتم رو انجام ندم، مردم رو با دعوت آشنا نکنم و خودم بیشتر در مورد دعوت یاد نگیرم، غم و اندوه وجودم رو پر میکنه. و آرزوی قلبی شیخ یوسف چیه؟ آرزوی من اینه که البته باید آرزوی همه مسلمان‌ها باشه و همینطور هر کسی که دیگران رو به اسلام دعوت میکنه باید این آرزو رو داشته باشه. باید همایشی در همه شهرهای مسلمان و کلاً مناطق مسلمان نشین شهرها و کشورهای دیگه برگزار بشه تا غیر مسلمان ها بتونن مسلمان ها رو ببینن، باشون آشنا بشن، با هم صحبت کنن و همینطور در این همایش علاوه بر دعوت باید روش های جدید دعوت هم مطرح بشه و در کنارش برنامه‌های جالب دیگه هم برگزار بشه. به اذن الله آرزوتون یه روزی محقق بشه. برادره ایمانی شما در وبسایت nunquran.com که به مسائل قرآنی اختصاص داره انشالله پشتیبان و همراهتون خواهند بود تا در مسیر دعوت افراد بیشتری رو راهنمایی کمک کنید به اذن الله. بسیار از دیدارتون خوشحال شدم. الله یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير